افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلطان سگ زرد دختر را گرفته به پیش پدر و مادرش روان شد. در راه سلطان سگ زرد به دختر گفت: من به تو یک سر را گویم، لیکن زینهار آن را به یگان کس نگوی. نام من برای آن سلطان سگ زرد که من پیش مردم سگ می شوم و فقط شبانه وقتی که تنها ماندم گشت آدم می شوم، لیکن این سر را غیر از خودت کسی دیگر نداند. خیر، بعد این گپ سلطان سگ زرد همراه دختر پیش پدر و مادر او رفتند. بعد این آدم ها آمده از دختر می پرسند که این سگ چه خصلتی دارد که شب و روز پیشت نگاه می داری؟ دختر هیچ چیز گفته نمی تواند. هر روز احوال همین. آخر دختر طاقت کردن نتوانست و واقعه را به پدر و مادرش و خویش و تبارانش گفت که این سگ اصلا سگ نیست، وی آدم است. مرا نکاح کرده گرفت، من زنش شدم. همین که تنها ماندیم از نقاب سگ بیرون می شود، یک جوان زیبا و نازنین می شود. خویش و تبار دنیا بیخبر دختر مصلحت دادند که نقاب شوهرش را گرفته سوزد، پس وی دیگر به سرعت سگ نمایان نمی شود. دختر یک روز خیست و نقاب سلطان سگ زرد را به آتش پرتافته سوخت. سلطان سگ زرد از خواب خیست که نقابش نیست. به دختر گفت: تو عهد شکنی کردی، اکنون من می روم. دختر گریه و زاری کرد، لیکن بیفایده. آخر که نشد دختر پرسید: من تو را چه خیل می یابم؟ سلطان سگ زرد گفت: چارق به پا پوشیده، عصا به دست گرفته به طرف آفتاب را می روی. وقتی که چارقت مثل پوست پیاز تنوک شود و عصایت سوزن بر این خورد، بعد مرا می یابی. سلطان سگ زرد بعد این گپ برآمده رفت. زنش 1 ماه طاقت کرد، 2 ماه طاقت کرد. بعد طاقت کرده نتوانسته توشه و طلقان گرفته برآمده رفت. کوه به کوه و دشت به دشت، از یک شهر به شهر دیگر، از یک مملکت به مملکت دیگر گذشته، رفته چارقش مثل پیاز تنوک و عصایش مثل سوزن خورد شد و یک روز به شهر رسیده در درآمدگاه شهر سرحوض کلانی را دیده در لب حوض نشست و کمتر دم گرفتنی شد که یک دخترچه آمد. زن سلطان سگ زرد به دختره گفت: از همین کوزت 1 قلت آب خورم؟ دخترچه راضی نشد. نه، دیر می شود، اکام جنگ می کند. گفت: اکات کی؟ پرسید زن. اکام سلطان سگ زرد. گفت دخترک: هیچ گپ نی، من کوزت را زود گردانده می دهم. گفت زن سلطان سگ زرد. دخترچه کوزه را داد. زن سلطان سگ زرد آب نوشید و نامعلوم کرده به درون کوزه انگشترین را انداخته و دختره گفت: اگر اکاد به دستم آب ریز گوید کمتر ریز.
باز ریز گوید باز کمتر ریز. درستتر ریز گوید کوزه را چپه کرده ریز و گریز. دخترک آب را برد که سلطان سگ زرد گفت اینقدر دیر کردی، تیزتر به دستم آب ریز. دخترک اول کم ترکک آب ریخت. سلطان سگ زرد گفت ریز کمتری دیگر. دخترک باز کمتر ریخت. ریز میگویم. گفته داد زد سلطان سگ زرد. دخترک کوزه را چپه کرد و همه آب را ریخته گریخت. از درون کوزه یک انگشترین به دست سلطان سگ زرد افتاد. انگشترین را دیده از خواهرچه‌اش پرسید این را کی انداخت؟ نمیدانم، گفت خواهرچه‌اش. کوزه را کی از دستت گرفته بود؟ پرسید سلطان سگ زرد. یک زنک آب خورد، گفت دخترک. سلطان سگ زرد برآمده زنش را گرفته به خانه درآمد. بگاهی مادر سلطان سگ زرد آمد که کلینش آمده است. مادر سلطان سگ زرد دیو بود. پگاهی خیست و 2 خم کلان را به کلینش نشان داده گفت تا آمدن من همین خمها را از آب دیده پر کردمان. زنی سلطان سگ زرد در سر خمها نشسته بسیار گریه کرد. در تگ خم اقلا 1 پیاله هم آب دیده جمع نشد. سلطان سگ زرد آمد که زنش در سر 2 خم گریه کرده نشسته است. ها چی شد؟ گفته پرسید. مادرتان فرموده رفتند که تا آمدنشان همین 2 خم را با آب دیده پر کرده مانم، گفت زنش. سلطان سگ زرد خندیده گفت خیز آب بیار. زنش آب آورد. سلطان سگ زرد خم را از آب پر کرد و گفت نمک بیار. زنش نمک آورد. سلطان به هر خم 2 کف نمک پرتافت و بعد تیرک را گرفته کافته نمک را آب کرد. آب کمتر شور شد. خودی آبی دیده برین. بعد به زنش گفت اکنون در سر خمها گریه کرده شین. بگاهی مادر سلطان آمد که خمها پر، لیکن کلینش گریه کرده نشسته است. این کار سلطانی بدبخت، گفت وی. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام